در جهان حیوانات خطرناکی وجود دارند که تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهید به آنها نزدیک شوید. این حیوانات معمولاً دندانهای تیز، چنگالهای برنده و غریزه‌ای وحشی دارند که آنها را به شکارچیان خطرناکی تبدیل می‌کند. یکی از این موجودات تمساحی است که در آبهای اندونزی زندگی می‌کند. دو گونه از تمساح‌ها در این منطقه یافت می‌شوند: تمساح آبشور و تمساح گینه نو. تمساح آبشور بزرگترین خزنده روی زمین است که می‌تواند تا 7 متر طول و 1000 کیلوگرم وزن داشته باشد. در مقابل تمساح گینه نو کوچکتر و خجالتی تر است، اما همچنان شکارچی ماهری محسوب می‌شود. به دلیل شکار بی‌رویه، جمعیت این تمساح‌ها در خطر انقراض قرار گرفت و در نتیجه برخی از فعالان محیط زیست تصمیم گرفتند مزارع پرورش تمساح را برای حفظ جمعیت آنها راه اندازی کنند. یکی از این مزارع در منطقه سونگ در استان پاپوای غربی اندونزی تأسیس شد. در ابتدا ساکنان محلی از این تصمیم نگران بودند، زیرا از حمله احتمالی این حیوانات به دامهایشان و حتی خودشان می‌ترسیدند. اما پس از مدتی مذاکره آنها پذیرفتند که این پروژه اجرا شود، مشروط بر اینکه تمساح‌ها از روستا دور نگه داشته شوند. مدتی همه چیز آرام بود، اما یک روز مردی از روستا برای جمع‌آوری علوفه به نزدیکی مزرعه تمساح رفت. او تصور می‌کرد که تمساح‌ها خطری ایجاد نمی‌کنند، بنابراین مشغول بریدن علف‌ها شد. اما با پشت کردن به آب بدون اینکه بداند طعمه‌ای آسان برای یکی از تمساح‌های آبشور شد. ناگهان دردی وحشتناک در پایش احساس کرد و وقتی به پایین نگاه کرد متوجه شد که یک تمساح بزرگ پای او را در آرواره‌های نیرومند خود گرفته است. تمساح با نیرویی وحشتناک او را به سمت آب کشید. مرد فریاد زد و تلاش کرد با ضربه زدن به سر تمساح خود را آزاد کند، اما حیوان او را رها نکرد. سرانجام یکی از کارکنان مزرعه صدای فریادهای او را شنید و به سمت آب دوید، اما قبل از اینکه بتواند کمکی کند، تمساح با اجرای چرخش مرگ قربانی خود را به زیر آب برد. بعد از چند دقیقه آب آرام شد و مرد دیگر حرکتی نداشت. کارکنان مزرعه پس از فراری دادن تمساح بدن بیجان او را از آب بیرون کشیدند و خبر این حادثه دلخراش را به خانواده و دوستانش در روستا رساندند. خشم و اندوه تمام روستا را فرا گرفت. اهالی که از ابتدا نگران حضور این تمساح‌ها بودند، حالا دیگر طاقت نداشتند. آنها با هر وسیله‌ای که داشتند، از چوب و چاقو گرفته تا چکش، به سمت مزرعه حمله کردند. ابتدا ساختمان‌های اداری مزرعه را ویران کردند و سپس به سراغ تمساح‌ها رفتند. در نهایت 292 تمساح به طرز وحشیانه‌ای کشته شدند. با اینکه مردم احساس کردند از شر تهدید خلاص شدند، اما این اقدام آنها پیامدهایی داشت. سازمان حفاظت از منابع طبیعی اندونزی با همکاری پلیس این حادثه را بررسی کرد و تعدادی از افراد روستا را به دلیل کشتار بیرحمانه حیوانات دستگیر کرد. برخی از آ